خوش اومدید به ویژه ترین مسابقه فوتبالی دنیا و تو این ویدیو جنگ و رقابت بین مهارت‌های فوتبالی بچه‌هاست. خب خیلی خوش اومدید به مرحله اول. در خدمت دو تا دیوون چیزای سوسو. بیا اینجا ولش کن. آقا ما در خدمت بانوان استقلال هستیم. از بازیکنان عزیزشون هستم، خانمم هستن، دو تا از دوستای عزیزم تو فری استای سویسولو قراره تو این قسمت دو تیم از، یعنی ما الان 3 تا تیمیم، 2 تا تیم برن داخل این دفاع کنن. نفر تک تیمای مقابل میاد، حمله نمیذارن اصلا من بگم، بعد میگی چرا منو میزنی. بیا برنده این 2 تا تیمی که روی راه قرار میگیره امتیاز بیشتر بگیره میاد با برنده با من اصلا تمرکز دارم. بریم رو برو 3 2 1 برو. حمله زایه میشه. فرصت برای محمد علی پور میزنه، میخواد بره یه دونه نمیتونه حبابی رو رد کنه. این بازیکن فری استایل داره. شیر مادر ماشاءالله. بریم نفر بعدی. برو 3 2 1. اوه چیکار داره میکنه؟ رفت تو زرد قناری انگار یه موز تو زمین دومی رو نمیتونه برداره. 2 تا تو پا. بله یه گلر ما نخوردی بابا. گلر ما هیچ بزن تو گل دیگه. تکو بابا من نمیخوام. میریم که بهتره کنیم. بفرم 3 2 1. بله این بازیکن مربی قشنگ معلومه فرق داره میذاره بین بازیکن‌ها. نگید دیگه. واقعا خوب جاشون گذاشته. من افتخار میکنم به دختره مملکتم. اسم گل سیروس منو یاده. 2 3 برو بریم. برو کلا پرتشون رو گلشون بده. گلر چیکار میکنه این بازیکن؟ کلا ولی خب امتیاز نگرفت. اما اینجا اونجا نیست. اینجا اونجا نیست. همون که چی رفت تو یا بیرون؟ این دفعه میخوایم اول دفاع کنیم. جنم میدی. آقا من یه هدیه برای سهیل دارم. درود بر تو. میاری؟ میارم. خیلی خوشگله. من عاشق این سیبیلام. نه با رفیقم. با رفیق 15 سالمه. مسخرهش رفیقمه یارو. بیا این سلطان من نوکر فنا به من هدیه داده. کل عکسامونه. این چیزه. کل عکسامونه. اینجا داره یه سیخ توشه بگیر. یه سیخ توشه. جانم. چنده؟ حتی جای پارک داره. برو تو گل. خب یکی از فنا اینو داده دمت گرم. بریم. من به تو میگم بازیکن وزنشو چک کن. سهیل کریمی شاشیدم تو فوتباله. سهیل کریمی شاشیدم تو فوتباله. آقا بریم برای سویسولو. از تیم ما میره سهیل. امیر 0 تا بزن آقا. برو 3 2 1. سهیل ببینم. دلم نمیاد. اشکال نداره. من کار دارم. گلر گفت فقط تو چارچوب بزن. تو چارچوب. نه داداش. نه بریم حاضریم. اتک میگم اتک. 1 2 3. اولی بازیکنو منم میتونه پاس بده. به منم پاس میتونه بده. داداش مگه میشه تو بیاجی گلره گفت فقط تو چارچوب بزن. ما تو چارچوب هم نزنیم. حاجی من دیگه بیشتر اما این تو پا میده. بریم. مولا نمیخوام داداش گوشی خوبه همین. بریم. حاجی من هیچی نمیبینم. Come on!
پسرم یه جا گوشتون زمین بازی کن بابا هرچی ندارم مدیون تو هم هرچی ندارم تو مگه به من نگفتی گلر تیم ملی و خط خوردی؟ خط خوردم داداش جلوی ما یه جوری توپ میگیره من فکر کردم به ایران ونده داداش علی چرا گل خوردی؟ سیروس با اقراده فقط مون داره خدا بیامرزم سیروس عشق این مرحله رو بچه‌های تیم زدن ما یه دونه دیگه نداریم؟ تو نمیخواد بری استراحت همیشه می‌بازیم برو آقا تموم بریم آیتم بعد. خب این قسمت رو اون دوستانی که به پا علاقه دارن نبینم چون ما پامون تو این قسمت که دیگه همه یوتیوبرها اجرا کردن قراره بچه‌ها تو پروین بردارن ببرن توی نقطه پنالتی. گلر منتظر یه دونه والت ببرتش زیروس چون مرز اردو خیلی دوست شما اما ما رو فقط در بیار. بله اما خب من بیافتم اینجا آسفالت شام اوکیه صاف پهن پرد میشه پس میشه نه اوکیه داداش مطمئنی؟ باش باید به دویی نردویی نداریم داداش برو همه میخوری زمین یا خدا نه نردویی رفت برگرد بابا نمیشه رو سر میخورم زمین نمیرسم اصلا به تو آقا من ویو فقط ویو این من میشه برو با سرعت شماره 3 با سرعت منو به قرآن با سرعت میرم خدا رحم کرد به بازیکن حاجی با سرعت نرید نه همه با سرعت مطمئنی؟ آره محمد رضا برو داداش محمد رضا برو داداش اسم محمد رضا اومد شایعه عزیز دوست داشتنی دعوتت میکنه به این برنامه برو 2 1 خیلی خوبه سوید میخوای من اینو نرم؟ من میخوای نرم اینو؟ باش خب میریم برای گوست شدن خودم اوه استرس دارم بر افتاد افتاد وای استرس دارم بر واه سوهل پرنگ خیلی خوب رفت سوهل پرنگ خیلی خوب رفت سوهل پرنگ اونجا شدید سرعتم خوب بود عالی بود رفت آروم که نرفتم بیشوخی ترس مردانه کردم آجی من خیلی ترس مردانه کردم اول فصل من نمیرم آجی واقعا من نمیرم آجی من نمیرم جوراب در بیار جورابو در میخوام تورا درم تو تورا چجوری جوراب تو چیکار بیا در بیار بیا دیگه گاز نمیگیرم باش بیا در بیار جوراب جلو سر بذار ما ببینیم چی اوه چه رول کافله یا خدا همون گل شو وای سوی دهنت آجی بکنم زرمزی شدم بخورم سوی داداشش بیام باشه چی شد؟ آجی واقعا بد خورسم یه دقیقه بایستا آجی دست دادم سوی چی شد؟ آجی بد خورسم بزنی؟ آجی خیلی بد خورسم چی شد؟ چه شد؟ آقا بیا جاش عوض کن الان اوکی؟ اما خب من بیافتم اینجا آسفالت شام اوکیه صاف پهن پرد میشه پس میشه نه اوکیه یک خب داداشش از دست دادیم سوی سلوا ایزگاش در رو ادای احترام میکنم به داشت مثل گونی سیب زمینی پخش شدی واقعا ایزگاش ضربه خورده 115 آره بعد سویل وقتی با اون حجم میفته ضربه‌ای که بزنی ولش کن بریم خانم حاضری بفرمایید بفرم خدایا سرعت ماشاءالله عالی خانم سمیرا فقط به حفظ جان کردی درسته آره دقیقاً ماشاءالله بریم برای خانم سحر سر میخواد دفاع کنه از آبروی استقلال بفرمایید برو به تلفن بالا راست ماشاءالله عالیه ضربه گلر شیره‌ای رو می‌بینیم کریم شیره‌ای در گل ما قرار دارن خب این مرحله شما زدید فقط ما زدیم و سلوا هم چیز به مشکل خوردش بریم برای آیتم سوم خب
خوش اومدید به آیتم سوم همتیمی جدیدم. Let's go! یه چیزی بهت بگم، گفت اینجا داد نباید بزنید. به قرب به جون مادر الان یادم تو داد زدی. باجی سلام تا 3 تا منطقه گفت این تنیس و اینا الان میاد دورشید. آقا آیتم سوم سپکه. یکی یه نفر بیاد تک بدیم. دو تا تیم با هم میارن چیز میکنن. پس بیا به سمت دوربین تک بدیم. اگه دو تا میره بازی ما برندمون ما با شما. آقا ما تک رد چی کنیم که تو دستی گیر 27 سال نباختم. ببین باخت ندی به ایران، باخت ندی بهش. فری استایل کارت فوتبال. بریم آقا تعیین. توی خوش سه بابا توی راحت ببخشید فقط ردش کن. به به بعد سره یک ماشاءالله. نه تعیین بود داداش، تعیین بود واسه دست شما. آقا بریم یا اول پس راحت اما سویل عشق دادم ها. عشق بدی بابا فقط ادا یه جوری الان ببرمت. نه وزیر 3 سال میزدم. بیا بیا ماشاءالله. راحت بابا حسین بابا بیا 2-0 بیا 2-1 ماشاءالله. 2-1 بیا مفکی بنده همه رو نمیشه اینجا. نه اینجوری بیا 2-2 راحت برو زیدش جونم سوی راحت بابا این کاره نی 3-2 بزن 3-2 سوی حسین بکوبونده داشت. نه اون رو باید بخونی سوی راحت خرابه بابا یا حسین حسین جان ورکشاپ های منو میتونی بیای. کجای زمین رو میگیره؟ عالی بودی. خسته نباش حسین جان. بیا این کارو با دست من بکن، من تو چیز کنم. بعدم خواهم سریع برم بیرون دیگه. نه باشه دستت هم باشه دیگه. بری دست منو بگی. دستت برم خودتم برم. بکردیم آقا؟ بله دادا این میافت. خب تو این قسمت بچه بلیط‌ها رو بده. امیر جان جمع میکنه بیفت دیگه. اصلا امکان نداره قبلش. ما که ریدیم باختیم. این بازی کنه آماده باش. حالا بازی کنه استقلال. آها بابا بلند به نفس قادر و توپ رفت آموز ملا. یکیش توپ رو به روستای خانوار کرد. آماده باش. میزنه برای بوس و پورا. دو دل نشو با سر بزن. این بازی بابا یک ماشاءالله. خوبه سر کرد. بفرمایید. بیا سر. این بود سال هر دو 2-1 ماشاءالله. آروم تر توپو بکاری. حالا خود اسدی آماده باش. حساس تو میزنه به بوس و پورا. عالی دو تا ایجاد گرفتن. نگاه میکنه یه موقع اتفاق ناگواری نیفته. 2-2 آماده باش سر. آماده باشا میکنه. 3-2 5 پشایه بریم جوان سالیستا جونای نام بابا جو بشه و یه هده استرالی میزنه و استرام از رضا اسدی. حالا مرایم
ببین این امتیاز رو گرفتم دوتایی میمیشه نه سی رونالدوی امتیاز آخره اما سال فور یو یه فور یو میده برای فال مینه چه پشمام دوتایی میمیشه نه سی رونالدوی چه مینربی عالی بود واقعا امتیازم گرفتیم و بریم برای ای بابا وارد فاز شده رابطه خب آقا اینو که میبینی حسین آره همینو اینو رفیق حسین نه قراره اینو بذاریم رو سر ما چه بعد یکی از همتیمی‌ها اعتماد کنه گندالف شدیم چی؟ گندالف شدیم اون جادوگره بود تو حالا اونو ولش کن توی دروازه وای میسته یکی از بچه‌ها اون یکی همتیمیشون باید 5 تا ضربه بزنه که بخوره به این تعداد ضربه‌ای که میزنه هر کی زودتر بزنه مثلا تو بعضی ضربه بهتره اینجا هر کی تک بیاره شروع میکنه برو 3 2 1 من چی میشه ببخشید 3 2 1 شما کدومتون میزنید؟ من میزنم آدم اینجوری نیاوردی میزنم داداش ایزی آقا دماغمونو میخوام نه صورت نه پشت آقا من کمرمو لازم دارم خیالت راحت دادا بریم 3 2 1 اینقدر بود آجی نه آوردی پایین که بخوره خطکش بود خدایی خطکش زدم ببین پسی اگه یکی به من زده بود امیر بخش آجی جوری که سیسیلی دادم میزنی نوک هرم اوه برو باشد ای بابا داداش من دارم سعیمو میکنم سرد شدیم اینم نمیخوره بابا ماشاءالله من واقعا افتخار میکنم دیدم بهتر بده من اینجا دیگه شوت نزنی سهیل نه داداش به قرآن دورخیزت فنیمه نه بغل پا بزن تو رو قرآن ببین به خدا یه نفس عمیقی کشی من ارث تو که نخوردم آقا بغل پا بزن چه به جون تو بغل پا میزنم خیلی محکم زد آره داداش این میخورده اگرم میخورد فسد چیزی یه جوری زد که اگه بادش هم بخوره اون بیفته عالی بود سهیل سه تا دیگه همینجوری بزنیم آوردیم میزنی الان ناقصمون میکنی اینجا بود دیگه همونجا یه ذره رفتی جلو ولی الان نه ترس دوربین آجی چقدر سخته چجوری اینو زدی؟ با بغل پا بزن داداش خوب زدی حاجی این نمونده بود فیلم بردارم آماده بوده فیلم بردار امتیازی ببین اینجوری میزنی رد میشه نمیخوره همچین هیجانی داری ببین من زدم چه هیجانی داشتم باشه چرا اونجا شو چی؟ اون نمیره تو اونجا کمونه میکنه دیو باریکالله سال آخری تو رو قرآن دعا کن داداش زدی اصلا تا الان؟ تو زدی؟ کلی سوالم اینه که حاجی اولی اینقدر مونده بود الان دومی چی؟ دومی رفت اون بر رفت بغل این آخریشه وای خدایا هی برو جلو برو میخوای برو جلوتر برو رو خط چرا هیچ توجهی نمی‌کنی میشنوه به حواشی توجه نکرده بودم وای خدایا نمیخوره بابا بیا اینجا برگرد برای من رفته اونجا سیس گرفته عوضی خیلی راحته نگرفته بودم دستم پایین بود چه تقلب کاری میگی بیفته سه شنبات مثلی یا زنگی ماهی میسان بسته واه ماشاءالله سی بهم میگه میخوره نوستراداموس زدم کجا بگم نوستراداموس زدم پیشمون دراز بکشم بابا یه دوربین بدم میگم نوستراداموس ملاجه خب
خوش اومدید به آیتم 5 6 7 5 تو آیتم 5 پنالتی سختی داریم. 20 دور دور توپ 20 دور یه بارم فرصت داریم میزنه تو این گل زیبا. داداش 20 دور بالا میاریم. اشکال نداره ما اومدیم که اینجا بالا بیاریم. بالا چون خیلی ارادت زیادی به بازیکنان استقلال دارم شما. به افتخارشون. باری کلا. 10 تاش کن. 15 تا. 1 2 3 4 5 6 7 برو 8 9 قبلشو گم کرد 11 برو 12 برو استراحت نداری 13 14 15 توخیز آره ماشاءالله عالی بابا ببین بانو هم که واقعا افتخارش ها ماشاءالله عالی. بریم برای خانوم بعدی بفرما. بریم 3 2 1 سریع‌تر ماشاءالله تشریح کنیم 4 6 ایول 7 سریع 15 تا 9 10 برو سریع خیلی کردی چی آوردم خدایی 15 سرعتی برو 1 خانم چیزی این وقت 3 برو 4 بیا تو دوربین 5 ماشاءالله 3 6 8 9 10 سریع 11 آقا باید کن میره 13 14 15 گوشه میکشی بیرون بعد اینو میخوری. این زمینی بود خدایی رفتی نگرفتی. میخوام خانوم وایسه گلر استقلال رفتی گل عقص نگرفتی؟ نه نگرفتم. بگو به قرآن. میتونی؟ گوشه رو گرفت. مطمئن؟ بابا من زمینی زدم. آقا این دوئل خیلی سخت شد. نه خدایی گلر استقلال سخت من استرس دارم. بریم تشفیق! بلند زدی. آجی نمیتونم داد بزنم سختمه. بریم اینجا زد خودش بشمارینا. برو 1 2 6 3 4 5 6 من خودم 8 9 10 1 11 ماشاءالله همون سوه 12 ماشاءالله 13 خدایی از جون گذاشت 14 بزن 15 خدایی زرد 5 میلیون ویو برو بزن سوه بزن پاشو دور میگرفتی خیلی کشتی خودتو برو داشت کی بود نزنم خواهرش همه رو دادی منو لاکا آره برن تیم سفید گل کرده آره بری 1 2 3 4 5 6 باریکلا ماشاءالله تشویق چند تا شد 9 شوخی نکن 10 دیگه نمیتونم 11 میتونی 12 13 14 تمام باشه همون نمیتونم بلنش من دارم داشت تو من نگرفتی من برو دارم بریم ماشاءالله برو دستت مون رو هوا ماشاءالله برو تو ماشاءالله 1 2 بیرون رو نگاه سه. نکن حواسم هست بیرون رو نگاه نکن امیر گلم 6 بیرون رو نگاه نکن 7 بابا اصلا نمی 8 امیر فقط با بغل با نزن با بغل نگاه بزن نکن کجا همین؟ نگاه نکن بچه تهران خواست 11 12 برو 13 14 برو همین رو بزن برو بزن خوبه شال نزن بزن این شیره یا میدونشون شد برو بله دارم گفتم بغل پا بزن
ماشاءالله ما این قسمت رو گرفتیم میریم به حال بعد. خب خیلی خوش اومدید به قسمت 6 فکر میکنم. این قسمت قراره هر تیم یکی کاشته بزنه که من چقدر باهر، هر کی گل بزنه دیگه امتیازش رو میگیره دیگه. بریم برای ویدیو. خب میریم اولین ضربه. ببر اوه از سر من تو رو و هر کی بخوره امتیاز برای اون تیم‌ها. عالی. خب مثل که اسمت خیلی سنگینی داشتیم ویدیو ضربه رو بریم برای دومین نفر. باش 3 2 1. به این نشون میده چقدر من این رو خوب گرفتم با یه برداشت. تیم سپید حسین کریستیانو رونالدو رو یاد بیار. من چیم شبیه کریستیانو رونالدو. خب اولین ضربه تیم رو بفرمایید. به یا چقدر قدت بلند سوهل. من با پشت شما این میترسی از بزن. میره برای سرمایه‌ویچ. ما هم ریدیم. همیشه تو زندگیم دوست داشتم این کارا بکنم. بیام یه دونه پا بذارم. 1 2 الان جلو پاشو نمیبینی. بچست میریم برای ضربه اول خانوما. بفرمایید خانم سمیرا از میریم برای ضربه اول. میریم برای اولین ضربه خانوم. ماشاءالله خیلی برای من امتیاز بود ولی خب عالی. بریم بعدی خانوم 2 1 برو برای ضربه بعدی. ما جلو گرفت نیدم. آقا این قسمت کی گل کرد؟ ایشون. فقط شما تبریک این قسمت برادری آقا تاجیکی گل. بریم برای تیم ماشاءالله. باریکلا. ان شاءالله تیم ملی. خب آقا آیتم فینال آی گلر دهه 80 اونجاست برای ما سانتر میکنه. باید رو هوا استوب بکنیم، رو هوا نگه داریم، بکنیم توپو توی سبد. به کثرت احترام شما بشین همه بزرگتر. برو من کثرت رو تعیین میکنم. کس میریم برای اولین نفر. فدریکو. 3 از عقب‌تر لب خط به رضا داشت یا ابوالفضل یا خدا شامپانزه جست. باریکلا. ماشاءالله رضا اول نفر کرام و سبز کرد. جستیدی. بریم آقا بریم برای نفر داداش دم این وایس چه اینجا. برو 3 2 1 بفرمایید. ماشاءالله خودتو ثابت کنم. به حاجی خیلی بد خورد. اوکی؟ حاجی قوز پیدا کرد. آره برو به قرآن قوز پیدا کرد. چرا بینی؟ به ماشاءالله جونم داداش. ماشاءالله داداش برو سمت سطح. داداش سطح رو ول. ای باریکلا. افتخار این بچه دستمال دادین لبش خون اومد آجی. یه لحظه برگرد لبتو ببینم. لبه ما خیلی جلویی. خوشحالم خوبه داداش یه لحظه من باریکلا. اینجا شو دیدم. اشکال نداره ریدم. اشکال نداره بریم. من ریدم. این یکی رو باید بتونم. بریم برای حسین. 3 2
2 1 بزن. بابا حسین ماشاءالله گرفت. حسین پاش گرفت. حسین این وره. افتادی چه دیوونه ای. عالی. اوکی آقا قبول دارید شما یا نه؟ داشت فری استایلی بود دیگه. یکی ما 2 تا تیم آقا تاجیکی اینا. خانوما بفرم. میریم برای ضربه اول خانوما. 3 2 1 ماشاءالله ماشاءالله. خیلی نزدیک بود. اینقدر بود ماشاءالله. میریم نفر بعدیشون. بریم نفر بعدی. 2 1 بفرم. ماشاءالله. یه دونه دیگه فرصت میدم بهشون. چون ما یه فرصت یه چون این سال تا خانم‌ها خیلی سخت مخلصم. خوبی شما. 2 1 آی ماشاءالله. تموم خراب کرد. اشکال نداره هیچی از ارزش بانو ما کم نمیشه. خسته نباش. ای بابا اینم نتونست. آقا ما نمیدونیم کی برده. حاجی منو خواستم از چلسی. نمیدونم کی برد. من الان انقدر اینجا اجرا کردم نمیدونم کی برد. ولی فکر می‌کنم محمد رضا اینا برده باشن. پیشاپیش تبریک میگم. تو ادیت در میاد و خود ما برنده میشیم. ولی در نهایت بانوان کشورمون با این حجاب و این سختی افتخارش. چلسی ام کامین لندن. امیدوارم ویدیو دوست داشته باشید. عاشقتونم. لاو بهتون. لندن چلسی ام کامین. یه دقیقه رفته یه توپ دادن یه پاسکاری کرده. این وضعیت چیکار کنیم؟ ویدیو قضایی قوی تری نه؟ بیدار شدی گروست در یخچال رو باز میکنی. آقا چرا دست میزنی به من؟ چرا دست زدی به من؟ دوست دارم. آقا یه لحظه وایسا. عمو سهیل داره من حریم من تجاوز میکنه. ماشاءالله بابا. سینک صدا بزن. دست بزن. یه 2 سینک صدا. همه